دوستان عزیز سلام. امروز میخوایم که برای شما درباره گوگل استوریج یک تکنیک یاد بگویم که چطور میتونین فایلایی که دارین را نگه دارین بدون از اینکه فایلای مهم شما دیلیت شه یا از بین بره و یا هم پول اضافی بدین که استوریج دیگر بخرین. این تکنیک بسیار کاربرد داره که میتونه تا حدود 50% برای شما فضای اضافه در گوگل استوریج بده. پس با من همراه باشین، ویدیو رو تعقیب کنین و لایک و سابسکرایب یادتان نره. خب دوستا، داخل گوگل آمده، ساین این میکنین گوگل فوتوز و پایین تر دست چپ استوریج، بالای ازی کلیک کرده یک ویندوز جدید باز میشه. در ویندوز جدید ما داریم پایین تر میم ریکاور استوریج، لرن مور، بالای ازی کلیک کرده اینجا شرایطش گفته که چی تغییرات می در فایل، در حالی که کدام تغییر خاص نمی، فقط کامپرس میکنه، حجمشون کمتر میگه و این شاید چندین ساعت در بر بگیره. شما ایره میتون آرام بانین و کار خود میکنه، استوریج زیادتر برای شما میدم. لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید.